فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. یکی از بینندگان سوال کردن که ایشون میگن که البته پیش از سوالشان خدمت شما خیلی عرض سلام و ادب کردن و پرسیدن که ایشان لکنت زبان دارند و خیلی اذیت میشن و خیلی ها تحقیر هم میشن و صبرشان هم لبریز شده. راهی یا دعای اگر وجود دارد برای شفای این مشکل برای ایشان توصیه شد؟ من به جای این که به این برادرمون تسلیت عرض بکنم، من مژده میدم به این برادر عزیز. میگم خوشا به حال شما که خداوند متعال بهتون لکنت زبانی داده. از یک جهت این که اون کسانی که غیبت این برادرمون یا خواهرمون رو به اصطلاح میکنند و بدگوییشون رو میکنند، ایشون رو تحقیر میکنند، در واقع این سبب میشود که از اعمال نیک اون کسانی که عیبجویی میکنند یا غیبت میکنند از اعمال نیک اونا کم میشود، به این اضافه میشود. سبحان الله. در حدیث رسول الله صلی الله علیه و فرمودند که میدونید مفلس کی هست؟ برشکسته کی هست؟ اون کسی که به اصطلاح هیچ چیزی رو نداره، مفلس محض هست و مستمند هست کی هست؟ اصحاب گفتن خب یعنی معلومه کسی هیچ چیزی نداره، شام شبی رو نداره و منتظره که از یک در خونه یک لقمه دو لقمه بهش غذا بدن. رسول الله فرمود که مفلس در منطق ما و در شریعت ما این نیست. مفلس اون کسی هست که در دنیا هم نماز داره، هم روزه داره، زکات داره، حج داره، اعمال نیکی بی شمار، یعنی خیلی اعمال نیکی رو در دنیا انجام داده، اما در روز قیامت وقتی که حساب و کتاب میاد، در اونجا خداوند متعال وقتی که حساب و کتاب میکنن، این انسان با اینکه این همه احسان کرده، نیکی کرده و اعمال ثوابی رو انجام داده، منتها اومده شاکی خیلی زیادی رو داره. یکی میاد یکی رو سیلی زده، یکی رو دشنامی زده، یکی مال کسی رو خورده، یکی آبروی کسی رو خورده. در این روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و میفرمایند که در روز قیامت از اعمال خیر این انسانی که دچار بدگویی شده، دچار غیبت شده، حق دیگران را خورده، تحقیر کرده دیگران را، عیبجویی کرده از دیگران، خصوصا عیبجویی که از آفرینش خداوند متعال باشه، از اینها وقتی که شکایت میکنند، خداوند متعال به خاطر این عیبجویی ها، به خاطر این حق کشی ها از اعمال خیر این افراد بر میدارد و به اون شاکی میدهد و نهایتا به جای میرسد که هنوز شاکی ها صف کشیدند و هنوز شکایت ها تمام نشده و باز هم اعمال خیر این میبینم تمام شد. خداوند متعال میفرماند که از اعمال این افرادی که شاکی هستند، از اعمال شر اینها بردارید و برگردن اون فرد بیاندازید. این انسان با اینکه در دنیا این همه اعمال خیر را انجام داده، اما به خاطر عدم توجه در دنیا، به خاطر بدگویی از دیگران، عیبجویی از دیگران، سبب شده که ثوابش برود برای افراد دیگر در واقع ثبت بشود. پس بنابراین شما ناراحت نباشید اگر کسی از شما عیبجویی کرده، شما را مسخره کرده، طعنه زدن به شما و غیبت شما را کردن، مطمئن باشید که در روز قیامت خداوند متعال از ثواب اونها خواهد کاست و به شما ان شاء الله عنایت میکند. این یک مطلب دیگر این که یک زنی اومد در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم. من اینو یک مقدار توضیح میدم زیرا که دیروز هم یک سوالی تقریبا شبیه به اینم داشتیم. زنی اومد در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم که دچار بیماری صرع بود، یعنی خود به خود بیهوش میشد، میافتاد و داد و فریاد میکرد، دست و پا میزد. این اومد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم: یا رسول الله دعا بکن خداوند متعال منو شفا بده، من این بیماری رو دارم، خود دعا بکن خداوند متعال من رو شفا بده. رسول الله بهش فرمودن اگر میخوای که من دعا بکنم، خب دعا میکنم خدا شفاعت میده. من دعا میکنم خدا شفاعت میده، اما به تو هیچ اجر و پاداشی نمیرسه. اما اگر صبر بکنی خداوند متعال بجاش بهشت رو بهت میده. کدوم یکی رو میخوای؟ اون زن گفت یا رسول الله من بهشت رو میخوام. دو انتخاب داشت. سبحان الله. اینو باید مطمئن باشیم خداوند متعال که یک انسانی رو به مصیبت و بلایی دچار کرده، قطعا ثواب و پاداشش رو ان شاء الله در روز قیامت عنایت خواهد کرد.